انسان هوشمند وقت بار اول کتاب را به دست میگیرد، مثل که با دوست نو سعادت آشنایی پیدا می‌نماید. و اما اگر وقت کتاب را بار دوم نیت خواندن می‌نماید، بسان آن است که گویا دوست قدیم و ازلیش را واخورده. یعنی کتاب همین گونه قدرت و جاذبه و تأثیر دارد برای خواننده ذکی و دیده درا. به حق است که گفتند اتحاد انسان و کتاب نیرومندترین اتحاد است در سراسر جهان. و بیننده عزیز، ما گروه ایجادی وقتی سفر خدمتی به ناحیه خراسان وطن این حکمت را برداشتیم، بعدی سعادت آشنایی پیدا کردن و صحبت آراستن با این مادر فرشته رو و فتیلمو و بهشت خو، دوست کتاب فیض‌نسا فقیرآوا. در همین یک درگاه در دبستان سبز و سیراب و محض تپیش 50 سال یک رسالت، یعنی کتابدار بودن، کتاب دادن، کتاب گرفتن، از همین یک 4 دیواره توسط کتاب با جهان پیوستن، عجب عشقه. واقعا چقدر عشق و محبت و صداقت می باید داشت به رسالت که کبوتروار به هر بام پریدن نه آموزی و ریشه خود را براری همچو سر در یک جا بسان این مادر نازنین زیهی. دوام 50 سال که من کتابدار بودم، من شوق کتابخوانی از خواننده بودگیم داشتم. اکو ممکن از سبب پدرم آموزگار بود، هم سبب بود. کتاب بدهی بسیار میخواندم وقتی که مکتب سالو 10 ساله بود. وقتی که مکتب 10 ساله را ختم کردم، پدری مرحوم یک روز گفت که همه دیرکتوری مکتب شما را سراغ کرده ایستاده است. من حیران شدم، خیلی اومدم، بعدی که بود کرده بودم دیپلم گرفته چی، بعد اومدم اتستاتی 10 ساله باقای اعلا کتی بود کرده بودم. خیلی اومدم مکتب بود، دویم برو اومدم، دیرکتر مرا پیشواز گرفت، گفت که من با اون سبب شما رو بیا، گفتم که شما خواننده فعال ما بودید، من در کتابدار نمیرسه، من میخوام شما رو به کار بگیرم. من ترسیدم، حیران شدم، من گفتم من خدا کده میتونسته باشم، و گفت که ایشالله خودش میبره. بعد همین امر تقدیر بود. امر چی بود که یا که می اعلا خواندن ما بود، کتاب دوست داشتن ما بود که مرا به کار گرفتن، به کتابداری گرفتن. بعد گفت که نیکی به ما وعده بیده که از تگ دل کار میکنی، کتاب بسیار نازک است، کتابداری بسیار کسب پرشرف است، هر کی هم نمیتونه کار کنه، از عهده‌اش انشالله میبری، به ما وعده بیده. من همون وقت به هم دیرکتور وعده دادم که چی کاری که از دستم اومد میکنم، ای تای دل کار میکنم، فقط با کتاب کار میکنم. هم خیلی وعده دادم. خیلی صد بار شکر دوام همین 50 ساله من پشیمان نیستم که همین کسب من انتخاب کردم، مرا همین کسب گرفتن، کسب کتابداری ده. چقدر کتاب ها داشته، چقدر خواننده ها داشته؟ وقت داشته خواننده کم بود، 600 تا بود، 700 تا بود، آیسته 1000 تا شد، 1500 شد. انا که حاضر بود 2200 300 خواننده داریم. همه ویا اعضای کتابخانه هستن. حاضر یک لحظه هایی هست که ما هیچ وقت فراموش کرده نمیتونم. یک خواننده کتاب دادم، کتاب گرفت رفت، یک کتاب افسانه، یک دو روز پس یک مکتوبچه کتی آمد، مکتوبچه بیش کتی بابوش مکتوبچه دادن. سالوی پیش کتابدار نمیگفتن، بیبلیوتکچی میگفتن. در مکتوبچه نوشتگی که بیبلیوتکچی عزیز،
ما وقت داشته شما بسیار کتاب گرفتگیم. التماس حاضرم شما در همجا کتابدار هستید، بیبلیوتیکچی هستید. همه کتابایی که ما میخوندیم اگر باشه، فرض کردین 12 دروازه بخارا، دختر آتش، بو نوشته که 1 گل و 100 خریدار گفتن کتاب بود. اگر همون کتاب باشه التماس همه دستی نویرم کتی با مرایی که حاضر ما نفقه خور هستیم، ما بیکار میخواهیم همون کتاب رو با اثر نو مطالعه کنیم. این با من یه فخره آخه. این لحظه‌ای هست که من همون خواننده دا کتاب دادم. پدر و مادری خواننده کتاب گرفته، ای کتاب خوانی من بابای بیبیش کتاب گرفته، با ما با سلام میفرستن و ای ما کتاب التماس میکنن که همون کتاب رو دسترس کنم. من شکرانه میکنم. با ما فخره. کتاب انیست کنج تنهایی، فروغ صبح دانایی، روشنی چشم، روشنی دل، تسکین دهنده دل، غمگسار دل، غمبرار دل. من کتاب که میخوندم فقط خودم در قهرمانای مثبت حساب میکردم. من نمیخواستم که من قهرمانی منفی باشم. وقتی کتاب خوندی میفهمی که کدوم رو در رفتن در کار. قهرمانی میخوای که قهرمانی مثبت باشی. این هم یک تربیه است. کتاب آدم تربیتگر انسان است. تربیه میکنه کتاب. به مزد به منت، یک بار منت نمیکنه که من تو رو تربیه کردم. برای درست هدایت میکنه کتاب. آدم مفتون میکنه آدم به حکایه هاش، به قصه هاش، به پند و نصیحتاش. بهترین همدم، همدل، همراه، همقدم. بهترین همنفس، همفکر، همراز، همدرد. بهترین همدرس، همنشین، همزبان، همدست. بهترین همنوا، همآواز، همسفر، همصحبت، همقرین و همجوار. فقط و فقط کتاب را دریافت در زندگی خویش. کتابدار فیض‌نسا فقیرآور. ارزش و ماهیت خوانش و همچنان تخیلات را به خوبی درک کرده. به بچه دبستان با نزاکت و با یک حسن خاص بیان ترغیب نمود. 50 سال همراه بچه ها کتاب میخواند. همراه بچه ها برای ترغیب کتاب، برای ترغیب کتابخانه محفل می آراستند. چاره‌بینی های خاطرمان برگزار می نمودند. و کنون که به نفقه بر آمده و دولت پیری می راند در سایه حضور فرزندها، ولی باز هم گاه به دبستان قدم رنجه می فرماید. از کتابخانه‌اش دیدن می کند. برای خوبی و برای بهی و پیشرفت کار مصلحت‌های خویش را دریغ نمی دارد و همزمان خودش نیز از این راهنمایی بهره می گیرد و بلبل می شکافد. آخر کم نه، غم نه. 50 سال هستیش با هستی این مخزن معانی توأم بود و طول این سالها دیگر بوی همدیگر را گرفتند. کتابخانه و کتابدار سابقه دار. دیگر هر بار که می آید مادر معنی می فزایند به هستی یکدیگر و خلاصه می شود که تا وقتی که هست مادر زنده و پاینده است. این ارتباط، این کشش و این عشق. من به کتاب تصور کردن نمیتونم. من کتابخانه خانه دومی من بود. من به کتاب خوندم. یگون خیلی هم نقاش بودم، هم رسام بودم، همه کارو میکردم. یگون درس میگفتن درس تعلیم مهنت بگی، میگفتم نه. اینقدر کتاب 5-6 هزار خوندم. 10 سال در مکتب میونه خوندم. 50 سال دیگه هر روزی ما بود یک صحیفه یا یک حکایچه ما باید بخونم. باید نخوندم هم روز برای من روز نیست. کدام کتاب ها بیشتر در خاطرتان ماند
نوشته کدام نویسنده ها بیشتر در خاطرتون ماند؟ برای اثرهای کدام نویسنده ها گیره کرده؟ برای اثرهای کدام نویسنده ها خرسندی کرده؟ با کتاب‌های نمبر کردم که یک گلی سر خریدار بود. کتاب‌های دختری آتش، دختری 12 دروازه بخارای جلال کرامی، کتاب‌های سعدین عینی آدینه. واقعا همین کتاب‌ها رو بسیار می‌خوای گشته که بو مطالعه کنی. همین کتاب‌ها رو بسیار می‌خواندم. خودم می‌خوام. خواننده داشتیم صنف 8 بود و 10 گذشته. بسیار بچه شوخ بود اومد یک کتاب گرفت، سرگذشت صابیر. گفتن کتاب ساعتی ملغزه داره. گرفت بود 2 روز ده اومد. گفتم ای بچه تو چی در 2 روز کتاب آوردی؟ باید بخونی، من تو ده سوال بیدین بو نقل کده بیدی. گفت که معلم جان خوندم. گفت شو تا نیمی شو خوندم. خانگی و جنجال کدن. سویت خاموش که گفتن. سویت خاموش کدم. سرم تای کرپا کدم. با روشنه که سویتک چست. همون کتی گفت دوام قصه را خوندم معلم جان. نه که گریه کدم با خواب کدم. نگاه کنید با چی شوخ ایده. با گفت که معلم جان همین کتاب بخون. خواننده با ما توصیه داد که من گفتم ای بچه ما یه چندین برو خوندگیم خیلی باری دیگه بخون. خیلی وقت نداشته باشه یعنی جوی مصیبت شد بخون. خیلی مایلی گفتم خواننده را تا 5 بیگاه اگو ما کتاب خوندم کتاب خوندم به خاطر خواننده میخوندگی بودم خوندم کتاب خونه بودم دوام شد تا یک وقت شب خوندم جوی گفتگی خوندم. سحر شد اکا اومدم کرده تنفس یکم ده همین که چکونه دویده اومد. معلم جان خوندی؟ خوندم. بچه خیلی شدی. من گیره کدم خواب کدم. یا لحظه ها رو من فراموش نمیکنم. حوزیرم هست خواننده هایی که کتاب میخونن. حوزیرم هست بایی چیویی که آزمونایی که محترم جناب عالی تشکیل کرد. همه خواننده ها با سوادشون با بسیارتر شد. از سر نو کتاب میخوندگی شدن با که دانشجوی خودشان با سیقل دادن. هم آزمونات اشتراک میکنن خواننده های ما. ما بسیار فخر میکنیم جای نمایی رو اشغال کرده ایستادیم. همین خوندن بزن چی میگه؟ اکنون ما دیگه آدم دیمه همین کتاب با ما هم حیات بخشید هم در زندگیم بسیار یاردم کرد. در غم و دردم شریک بود. در وقتایی که بیمار بودم طبیب ما کتاب بود. ما همه وقت دوست عزیز ما کتاب بود. چی به سرم چیه که می اومد ما کتاب کتی سر و کار داشتم. کتاب غمبرور من بود. از دل ما کتاب میپرسید. البته که راست است انیست کنی تنهای کتاب است. وقتی که مادرم از دنیا گذشت پدرم گذشت یک برادر کلان داشتم یک برادر خورد هر دو گذشت از پدر و مادر با من نشانه نماند. تنها ماندم. فقط همروی من کتاب بود. هم دردی دلم رو ما با کتاب میگفتم. کتاب مرا با زندگی دلگرم کرد. کتاب غم و دردی مرا کتاب برنم داد. کتاب سبو کرد غم مرا. در زندگی او نیز چون باقی انسان‌های روی زمین همه چیز بود. یأس، ناامیدی، فراق، خوبی و خوشحالی و شادی و نشاط. یعنی مغزی هستی سیاهی و سفیدی های زندگی در عمر پشت سر شده بارها روح و روانش را نوازش کرده و به هستیش تأثیر گذاشته. اما باز هم در همه شب و فراز زندگی تأثیر کتاب را در مجرای روزگارش، برکت حضور پرمحتوای کتاب را در فضای کاشانه‌اش، در صفای باطنی خرد و کلان خانه‌اش احساس می‌کرد و شاد می‌گشت تا توانست عشق کتاب را در قلب فرزندان
پرورش داد. با لطف و با مرحمت کتاب دست و دست با مرد زندگی، با رفیق شفیق، با یار قدیم و ازلیش کوشیدند تا فرزندان آموزند راست رفتن را، آموزند راست گفتن را، آموزند راست زیستن را و در همه حالت انسان ماندن را. و خوش به حال فرزندان که انسان والدین داشتند و توسط زحمت ایشان امروز هر کدام در زندگی راه خود را یافته و دیگر یک مشت محکم وطنساز را میمانند که تیارند بهر آلگی فردای دیار از خود بگذرند و با وطن بپیوندند. خوشا به حالشان. وقتی که همون زنی خانشین اگر کتاب خوندگی باشه گو تربیه فرزند برای آسان تره، برای خیلی آسان میشه. اگر سواد داشته باشه، کتاب خوندگی باشه، برای تربیه فرزند بسیار آسان میشه. باید هر یک زن مادر باید کتاب مطالعه کنه، باید کتاب با خبر باشه. قدر قصه هایی که در کتاب ها هست و قدر پند و نصیحت هایی که در کتاب ها هست، البته که به همه ضرور است، خواندن در کار است. این فرزندم هم کتاب دوست میدارن. با همین باباش که کتاب خونه داشت، هم از کتاب خانی باباش کتاب میگرفتن، هم از او بودن هم از کتاب خونه میگرفتن. با در جماعت من کتاب خانی سوخازی بود، با ایوای هم میگرفتن. با یک کتاب خانه قناعت نمیکنن. مهر کتاب در دل فرزندان هم جوشیدگی بود. نبیره ها دوازه جوشیدگی مهر کتاب. شوهرم کسب پدرشان گرفت، آموزگار بودن، دیرکتور هم شده کار کردن، آموزگار بودن. نه یک دو سه سال شد، 49 سال کار کردن، بس کردن. حاضر نفقه خیره هستن. با فرزندای خود من دخترچه کسب پدر انتخاب کرد، کسب باباش انتخاب کرد. حاضر نبیرم. دخترچه نصیبه جان شعر می نویسه، کتابش چاپ شده گای. با همه بچه های هیورام کسب باباشون رو پیرهی شناس گفتن، کسب باباشون رو گرفتن. شکر همش از پی کسب پدر و بابا. ما همه با جوانای حاضره گفتنی هستم که از کارهای بیهوده، از رفتارهای بیهوده خودداری کنن، روی به کتاب بیارن. برای که از کارهای بیهوده یکون فایده نیست، فقط ضرر است و فایده نیست. آخه در آزمون ها اشتراک کنن، کتاب خونن. یک کتاب کو 100 معاش جوشه میگیره. معاش میگیری یه روز دور میکنی، نه که این در کلت میمونه، در دلت میمونه، در رفتار و گفتار و کردار تاثیر میکنه، در زندگی تاثیر میکنه، در تربیت فرزندات تاثیر میکنه. کتاب روشنی دل آدم است. خلاص بیننده هوشمند ما دیدار با این مادر نازنینی چند کم 80 ساله، سابقه دار مهنت، فیض‌نسا فقیر و از ناحیه خراسانی وطن خیلی خوشایند بود برای ما گروه ایجادی. با حضور مبارک، با هستی پرمحتوا، با اندیشه های بیکر و سبز و سازنده و با حسن بیان به خودش خاص و زیبنده، تاثیرگذار است رفتار و گفتار و کردار مادر پیش پیر و برنای دیار. واقعا هم زندگی را از کتاب آموخته و تا توانسته به دیگران نیز آموزانده. زیرا خوب می‌داند که کتاب مهمترین وسیله انتقال افکار، علوم و معارف است و بایستی کتاب به دیده جا باشد و انیس کنج تنهایی. از اینجاست که از مال دنیا کتاب است زیور برگزیده زندگیش. و پنداشتم که اگر سابقه دار مهنت فیض‌نسا فقیر و انسان سعادتمند است که از حضور پرمحتوای کتاب در زندگی برکت دیده و باغ اندیشه و ذهنش را، باغ ذوقش را سبزانیده،
پس ما گروه ایجادی نیز همزمان نفران سعادتمند بودیم که این چند لحظه از حضور چنین انسان خجسته در گلستان وجود بهره برده و قصه‌گوی نکهت زندگی ساده و آزاده و عبرت آموزش گشتیم. بهر شما بیننده عزیز با امید غنی گردانیدن عالم معنویتان. اینک دیگر پیشنهاد از ما و قضاوت خاطر از شما. بفرمایید.